این ویدئو به سفارش مؤسسه حقوقی دادنیک تهیه شده است. مؤسسه دادنیک ارائه دهنده خدمات حقوقی و کنسولی به ایرانیان داخل و خارج از کشور می باشد. در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید، می توانید از طریق واتساپ و یا تماس با کارشناسان حقوقی دادنیک در ارتباط باشید و مشاوره رایگان دریافت کنید. برای ثبت نام در سامانه میخک باید ابتدا به آدرس mekhak.mfa.gov.ir مراجعه کنید. روی گزینه ثبت نام کلیک کرده ایمیل و کد ملی خود را وارد کنید. دقت داشته باشید که ایمیل شما باید در دسترس باشد. بعد از وارد کردن کد ملی و ایمیل، گزینه دریافت رمز عبور یک بار مصرف را انتخاب کنید. کد ارسال شده به ایمیل را در سامانه ثبت کنید تا وارد صفحه اصلی ثبت نام شوید. توجه داشته باشید که در این صفحه باید اطلاعات خود را به درستی وارد کنید. چرا که در صورت ثبت اطلاعات به اشتباه باید به صورت حضوری به سفارت ایران در کشور محل سکونت خود مراجعه کنید. در صفحه جدید باید اطلاعات مربوط به اقامت و محل سکونت و آدرس خود را با فونت انگلیسی وارد کنید و روی دکمه مرحله بعد کلیک کنید. در این قسمت باید با دقت تمامی اطلاعات را بررسی کرده و در صورتی که نسبت به صحت اطلاعات اطمینان دارید روی دکمه ثبت نهایی کلیک کرده تا بتوانید از خدمات سامانه میخک بهره مند شوید. در صورتی که در پروسه ثبت نام یا استفاده از خدمات سامانه میخک نیاز به راهنمایی دارید، می توانید از طریق واتساپ با کارشناسان حقوقی مؤسسه دادنیک در ارتباط باشید.